سلام، به کانال شاه کلید خوش اومدین. توی ویدیوی قبلی در مورد این صحبت کردیم که فرشته‌ها چه کسایی هستن، چجوری میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، نشونه های حضور داشتنشون چجوریه و به چند دسته تقسیم میشن. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آیا فرشته های زمینی وجود دارن یا نه و چند تا مورد فرشته دیگه که اسمشون فرشته عشق، صلح و آرامش و فرشته کارما هست رو مورد بررسی قرار بدیم و در موردشون بیشتر بدونیم و چند تا سوال خیلی مهم رو در مورد فرشته ها جواب بدیم. منبعمون هم کتاب حکمت‌های ناب نور از خانم کیدی کیتینگ هستش. فرشتگان زمینی. قبل از این گفتیم که فرشتگان و ملائک نمیتونن در این بعد فیزیکی ساکن بشن، چون که این بعد بسیار متراکم و فشرده است. پس منظور من از فرشتگان زمینی چیه؟ فرشتگان زمینی به دو دسته تقسیم میشن. اونا میتونن انسانایی باشن که پذیرفتند تا برای کمک و خدمت بر روی زمین توی جسم بیان. اونا افرادی پربینش، پر احساس و لطیف هستند که خیلی ملایم و مهربونن و هر کاری برای شما انجام میدن. فرشتگان زمینی هم هستن که توی جسم حضور پیدا نکردن و برای مدتی خیلی کوتاه به زمین میان و در صورتی که نیاز به کمک اونا باشه، اونا شکل و قالب بشری به خودشون میگیرن تا کار به خصوصی رو انجام بدن. من شخصا حضور دو نوع فرشته رو تجربه کردم. هنگامی که در اموراتم مداخله معنوی و روحانی لازم بوده، به صورت اتفاقی با اونا ملاقات کردم. مردی اهل انگلستان هنگامی که برای تعطیلات به اتفاق همسرش به خارج از کشور سفر کرده بود، در حادثه غرق شدگی شریک زندگی خودش رو از دست داد. اون کاملا شوکه شده بود و در حزن و اندوهی شدید فرو رفته بود و قادر به صحبت کردن به زبان مادریش نبود. غریبه‌ای بلند قامت با موهای طلایی رنگ به اون نزدیک شد و بهش گفت که در سفارت انگلیس کار میکنه. اون به اون مرد مصیبت زده گفت که به اون سفارت بره و فرم‌های مربوطه رو پر کنه تا جنازه همسرش رو برای دفن با هواپیما به وطنش یعنی انگلستان ببرن. سپس این مرد غریبه مهربان تاکسی رو صدا کرد و کرایه اون رو به مقصد سفارت انگلیس پرداخت کرد. اون همچنین اطلاعات مورد نیاز برای پر کردن فرم‌های سفارت رو بر روی کاغذ نوشت. در سفارت اون مرد داغدار رو به جلوی صف بردن و کارهای اداری معمول و پیچیده ظرف چند لحظه تکمیل شد. وقتی که اون در سفارت در مورد اون مرد غریبه از کارمندان سفارت پرسجو کرد، هیچ کس اسم اون رو نشنیده بود. هیچ سابقه ای از اون وجود نداشت. اون وجود نداشت یعنی روی زمین. الان میخوایم در مورد فرشته های عشق صحبت کنیم. سوگواری یا غم از دست دادن جزئی از خاصیت بشر بودنه. فرشتگان عشق نمیتونن این ویژگی انسانی رو از شما بگیرن، اما اونا میتونن درد و احساسات خسته شما رو تسکین بدن. اونا تمام تلاش خودشون رو برای التیام بخشیدن به قلب مجروح شما میکنن. اگر کسی از جمله یک کودک در عالم پیش از تولد پذیرفته باشه که شرایط خاصی رو به عنوان بخشی از سرنوشت خودش بر روی زمین و حیات دنیوی خودش زندگی کنه، این فرشتگان نمیتونن در این مورد برای اون کاری انجام بدن. اما دعا کردن برای خودتون و دوستان نیازمندتون مطمئناً قلب شما و اونها رو باز میکنه و فرشتگان عشق رو قادر میکنه تا راحت تر به جلو بیان و بهتون کمک کنن. فرشته بعدی فرشته های صلح و آرامش هستند. فرشته مقرب یوریل بر فرشتگان صلح و آرامش حکومت میکنه. اونا موجودات زیبای نورانی هستند. اگه به سراغ شما بیان، احساس آرامش، سکون عمیق و احساس خیلی خوبی خواهید داشت. این فرشتگان ممکنه که از شما بخوان در خانه یا شهر خودتون پناهگاهی برای دریافت آرامش بسازین. این مکان جایی هستش که میتونید به اونجا برید تا با خودتون در صلح و آرامش قرار بگیرید. لازم نیست فضای خیلی بزرگی باشه، حتی میتونه صندلی خاصی باشه. وارد این مکان نشید مگر اینکه کاملا احساس آرامش داشته باشید. در غیر این صورت ارتعاشات صلح آمیز و آرامش بخش اون رو برهم خواهید زد. هر زمان که به این مکان فکر میکنید، افکار
افکار آرامش بخشی دارید، پس حتما اون رو انجام بدین. فرشته بعدی فرشته عظیم کارما هستش. من تا مدت‌ها فکر می‌کردم که فرشتگان مسئول کارما شورای سختگیری متشکل از فرشتگانی که هر کاری ما انجام دادیم رو به دست عدالت میسپارن، اما بعد از اون متوجه شدم که اکثر فرشتگان کارما ملائکی هستن که مانند همه ملائک سرشار از عشق و شفقتند. اونا بر رکوردهای آکاشیک تمام بشریت مستقر هستند و دفتری غیر مادی از تمامی کارماهای شما رو حفظ و نگهداری میکنن. کارما بازگشت تمام چیزهاییه که شما فرستادین. 7 فرشته والا مقام در این هیئت حضور دارند. مدیر مقدس عالی مقام، فرشته آزادی، الوهیم سایکلوپیا، اساتید نادا، پالاس آتینا، فرشته حقیقت، کوان یین، فرشته رحمت و پورتیا، فرشته عدالت و فرصت. آداب و رسوم خاصی وجود داره که میتونید برای نزدیک شدن به فرشتگان کارما انجام بدید، اما من متوجه شدم که اگر فقط با صدای بلند و به زبان خودم با اونا صحبت کنم اونا میشنون و اگر صلاح باشه به خواست و اجازه پروردگار اونا با دقت بررسی میکنن و طبق اون عمل میکنن. سوالات متداولی که در مورد فرشته‌ها وجود داره رو توی این کتاب جواب داده. فرشتگان چه کاری میتونن برای من انجام بدن؟ فرشتگان به خواست و اجازه پروردگار انرژی شما رو بالا میبرن و میتونن از شما محافظت کنن و عشق رو براتون به ارمغان بیارن. اونا میتونن شما رو راهنمایی کنن و شما، خانواده و دوستانتون رو شفا بدن. فرشتگان کارما میتونن کارما رو لغو کنن. سوال بعدی، آیا من بیشتر از یه فرشته دارم؟ بله، میلیون ها فرشته بر سیاره ما نظارت میکنن. شما فرشته‌های زیادی دارین که زندگی شما رو منور میکنن، اما فقط یک فرشته نگهبان دارید. سوال بعدی، آیا فرشتگان از دست من عصبانی و خشمگین میشن؟ نه هرگز. فرشتگان شما رو بی قید و شرط دوست دارن. اونا عصبانی شدن رو بلد نیستن. اونها مالامال و سرشار از عشق هستن. سوال بعدی، چرا ملائک مقرب مهم هستند؟ فرشتگان مقرب قدرتمندتر از فرشتگان نگهبان شما هستند. اونها به آرزوهای خاص رسیدگی میکنن. سوال بعدی، فراخوانی فرشتگان یعنی چی؟ مراسمیه که در اون انرژی فرشتگان رو برای ایجاد تغییرات مثبت از خداوند درخواست میکنن. سوال بعدی، فرشتگان آتلانتیس چه کسانی هستند؟ فرشتگان خاصی هستند که برای بالا بردن سطح آگاهی سیاره ما برای نزدیک شدن به عصر طلایی سال 2032 فراخوانده میشن. سوال بعدی، فرشتگان هبوط کرده چه کسانی هستند؟ اونا فیض و رحمت خداوند رو از دست دادن و از این رو موافقت کردن که عقب بمونن و به انسانها در حل و فصل کارماشون کمک کنن. لوسیفر یا شیطان از معروفترین فرشتگان هبوط کرده است. سوال بعدی، آیا فرشته تولد و مرگ وجود داره؟ بله، قطعاً فرشته گماشته شده برای تولد و مرگ وجود داره. این فرشتگان قدرتمند انبوهی از سپاه فرشتگان رو در اختیار دارن که زیر نظر اونا کار میکنن تا از ورود ایمن شما به این قلمرو فیزیکی و هم خارج شدن ایمن شما از اون اطمینان حاصل کنن. اونا در زمان مرگ شما با خانواده‌تون ارتباط روحی برقرار میکنن. سوال بعدی، فرشتگان من از من چه چیزی میخواهند؟ اونها برای نزدیک شدن به شما به ارتعاش عشق از سوی شما نیاز دارن. این ارتعاش تغذیه‌ای برای فرشتگان فراهم میکنه. اونها از شما میخوان تا این ارتعاش عشق رو به زمین و ساکنان اون بفرستید. در پایان، اگر میخواین به فرشته نگهبانتون نزدیک بشین، میتونید تمرین نور رو انجام بدین. مکانی آرام پیدا کنید و اون رو پاکسازی کنید و به خودتون اختصاص بدین. شمع سفیدی روشن کنید و آرام باشید و به شعله شمع خیره بشین. چشمای خودتون رو ببندین و همزمان آرامش فوق‌العاده‌ای در درون خودتون احساس کنید. به آرامی تنفس شکمی انجام بدید. از فرشته نگهبان خودتون دعوت کنید تا به شما نزدیکتر بشه. نرمی و لطافت بالهای در حال اهتزازش رو
در حالی که شما رو در بر گرفته احساس کنید. از فرشته نگهبان خودتون بپرسید که اسمش چیه و منتظر پاسخ اون بمونید. اگر اسمی دریافت کردید خوشحال باشید و اگر دریافت نکردین صبور باشید. خودتون رو عمیقاً در بالهای اون و در عشق و شفقت بی‌نظیری که نسبت به شما داره بپوشونید. قلب خودتون رو آماده و پذیرا کنید و در تمام اون عشق و امنیتی که اون فرشته نگهبان براتون به ارمغان آورده تنفس کنید. بذارید اون عشق در اعماق قلبتون فرو بره. الان قلب شما نرمتر، پذیراتر و خندانتر شده. وقتی احساس نشاط و سرزندگی کردین میتونید به کارهای معمول روزمرتون برگردین. از شما ممنونم که در کنار ما هستین. حتما برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.